کاروان قصه. قصه های ناب و شنیدنی و بیاد ماندنی. به نام نامبخش نامداران، گدای درگه او شهریاران. شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش وقتیم. باز هم بنده شفیق رسولی و همکار ثبت برنامه با پیشکش نمودن یک داستان زیبا در خدمت شما دوستان گرامی قرار گرفتیم. داستان امشبمان تحت عنوان خواب ترسناک از استاد رهنورد زریاب می باشد. امید است تا آخر برنامه با ما همراه بوده و از شنیدن داستان لذت ببرید. رادیوی ملی افغانستان، صدای رسای همه افغانها. شریف سیاه مرد بد اخلاق و بدگزاره کوچه ما بود، یا مردم این طور می گفتند. یک حقیقت این بود که هیچ کس در کوچه او را دوست نداشت. حقیقت دیگر این بود که او هم از هیچ کس خوشش نمی آمد. با همه اینها او از کوچه ما نمی رفت و مردم کوچه هم با وجود ناخوشایند او عادت کرده بودند. او در بازار کوچه ما اتاقی داشت که عرصی اتاق به سوی بازار باز می شد. وقتی عرصی را باز می کرد، قسمتی از دیوار خاکستری رنگ اتاقش نمایان می گشت. دیوار پر از عکس ها بود. من هر وقت از بازار می گذشتم، دزدانه از عرصی به درون اتاق شریف سیاه نظر می انداختم و عکس های دیوار مثل آهنربا چشم هایم را به سوی خودشان می کشیدند. دلم می شد که بیستم و بیشتر این عکس ها را تماشا کنم، ولی جرأت نمی کردم، زیرا مردم پشت سر هم از کنارم می گذشتند. از طرف دیگر خود شریف سیاه هر لحظه سرش را از عرصی بیرون می آورد و نسوارش را در بین بازار تف می کرد. کسی نمی دانست که پدر و مادر او کیست. کسی نمی فهمید او از کجا آمده است. همچنان که کسی نمی فهمید کار و بار او چیست، فقط همه به خاطر داشتند که مدتها می شد در کوچه ما زندگی می کرده و در تمام این مدت آدم بداخلاق و بدگزاره‌ای بوده است. او قد بلند و اندام چارشانه‌ای بود. پوستش بلوطی تیره بود. لباسهایش همیشه کثیف و چملک شده می بود و ریشش را دیر دیر می تراشید. بینیش پهن و پخش بود و چشمهای تنگ تنگی داشت. بدین صورت هیچ کس از ظاهر او خوشش نمی آمد. سخن خوب او دشنام بود و عمل خوبش هم یک مشت محکم به دهن طرف مقابل. زور عجیبی داشت و همین زور بلای جان او بود. هر کس با او یک و دو می گفت، چشمهای شریف سیاه تنگتر می شد، پرده های بینی پخشش می پرید و فریاد می زد: ای خوک! و بدون بار این فریاد مشتش به دهن مرد مقابل می رسید. او نمی توانست قدرت ضربتش را محاسبه کند. از همین رو تنها وقتی به خود می آمد که طرفش با سر و صورت خون آلود روی زمین افتاده می بود. آن وقت حیرت زده ابلهانه این سو آن سو می دید و بلا تکلیف در میان حلقه تماشاگران می استاد تا پلیس ها بیایند و زده زده ببرندش طرف ماموریت. به این صورت قسمت زیاد یک سال را در توقیف و زندان بسر می برد. یک روز خزانی بود. هوا رو به سردی می رفت.
ناگهان در گوشه‌ای از بازار کوچکمان سر و صدایی برپا شد. همه به آن سو هجوم بردند. من هم به آن سو دویدم و دیدم که ماهی پز کوچه مان زیر پاهای شریف سیاه شت و پت می زند. ماهی پز مرد ضعیف و کوچک اندامی بود و توانایی برابری با شریف سیاه را به هیچ صورت نداشت، ولی با وجود این تسلیم نمی شد و تلاش می کرد تا ضربتی به او بزند. ناگهان همه دیدند که شریف سیاه ماهی پز کوچک اندام را با دستهای نیرومندش از زمین بلند کرد. در این لحظه چشمهای او تنگ تر شده بود و پره‌های بینی پخش و پهنش می پریدند. در این حال فریاد زد: ای خوک! و ماهی پز را در کرایی پر از روغن جوشان انداخت. ماهی پز چیغ هولناکی کشید. کرایی سرنگون شد. روغن آن در آتش افتاد و آتش زبانه کشید. در یک چشم به هم زدن دکان ماهی پز در میان شعله های آتش قرار گرفت. در بازار هیاهوی و هرج و مرج عجیبی برپا شد. همه کس به هر سو می دویدند و همه فریاد می زدند. شعله های آتش بلند و بلند تر می گشت. کسی فریاد زد: همه بازار خواهد سوخت. کسی دیگری گریه کنان گفت: آب بیارید. و یک نفر فریاد کشید: اطفائیه را خبر کنید. و ناگهان آوازی بلندتر از آوازهای دیگر شنیده شد: اتاق من، اتاق من. آواز شریف سیاه بود. او در گوشه‌ای ایستاده بود و شعله های آتش را می نگریست که دم بدم به ارسی نیم باز اتاقش نزدیک تر شده می رفت. و یک بار دیدم که او به سوی زینه‌ای که به اتاقش می انجامید دوید. یک لحظه بعد او را در کنار ارسی دیدم. ارسی در شعله های آتش می سوخت. هیکل بزرگ او از پشت شعله ها دیده می شد. بعد گریه کنان فریاد زد: همه چیز من می سوزد، همه چیز. سپس آوازش خاموش شد. لختی بعدتر از زینه پایین آمد. در دستش عکس هایی بود که از دیوارها کنده بود. ناگهان مثل این که همه منتظر او باشند به سویش حمله بردند. شریف سیاه اول خودش را از ترس به دیوار فشرد. سپس مثل این که حشراتی را از خودش براند کاغذها را در هوا تکان داد و فریاد زد: بروید، دور بروید. ولی مردم خشم زده به او نزدیک تر شدند. یک بار کاغذها را به سوی مردم انداخت و فریاد کشید: گرگ های درنده. چند نفر را با مشت و لگد از پا درآورد. برای خودش راهی باز کرد و به دویدن پرداخت. مردم از دنبالش دویدند. نمیدانستیم به کجا می رود، ولی دنبالش کردیم. نزدیک حمام که رسید ناگهان راهش را کج کرد و به سوی دروازه حمام دوید. داخل حمام شد. جمعیت پشت در متوقف شدند. کسی نمیدانست چه کار باید کرد. ناگهان از درون حمام چیغ و فریاد بلند شد. چند نفر از میان جمعیت فریاد زدند: این لعنتی چه کار می کند؟ و به درون حمام هجوم بردند. بعدتر شریف سیاه از دروازه حمام برآمد. سر و رویش خون‌آلود بود. به سوی بام حمام دوید. چندین نفر دنبالش کردند. او از بام حمام به بام خانه مجاور بالا شد. تعقیب کنندگان از دنبالش رفتند. او به بام دیگری رفت و آنجا دیگر راهی نبود که برود. بر کنار بام ایستاد و جمعیت را در کوچه نگریست. بعد فریاد زد: ای گرگ های درنده. تعقیب کنندگان به او نزدیک تر شدند.
او به کنار دیگر بام دوید و باز هم سر مردمی که در پایین ایستاده بودند فریاد زد: ای گرگ ها، می خواهید مرا بخورید؟ به شدت می گریست، لختی این سو آن سو می رفت و سپس باز هم فریاد زد: می خواهید مرا بخورید؟ بگیرید بخورید. و خودش را به پایین انداخت. با فرق به زمین خورد، کاسه سرش پارچه پارچه شد و مرد. این حادثه‌ای بود که سالها پیش در کوچه ما اتفاق افتاد و کاملا فراموش شده بود. ولی دیشب خواب این حادثه را دیدم. خواب ترسناکی بود. در خواب دیدم که خودم قهرمان این حادثه شده ام. اصلا من شریف سیاه شده بودم. یک بار به فکرم گشت که نباید باور کنم، اما چاره‌ای نبود. من شریف سیاه شده بودم. خودم را دیدم که در اتاقم در بازار کوچک کنار ارسی نشستم. عکسم بر شیشه ارسی خیلی واضح معلوم می شد. پوستم بلوطی تیره بود، بینیم پهن و پخش و ریشم رسیده بود. در دهنم مزه تندی را احساس کردم. بعد به یادم آمد که نسوار به دهن دارم. سرم را از ارسی بیرون کشیدم و نسوار را در بازار تف کردم. دیدم کسی روبروی اتاقم ایستاده است و عکس‌های دیوار اتاقم را دزدانه نگاه می کند. به نظرم آمد که این آدم را خیلی خوب می شناسم، ولی او دیگر رفته بود. به دیوارهای اتاقم نظر انداختم، ولی تمام دیوارها را دیده نمی توانستم. به هر سو که می دیدم فقط یک قسمت دیوار به نظرم می آمد، همان قسمتی که از بین بازار معلوم می شد. سخت کوشیدم که قسمت‌های دیگر دیوار را هم ببینم، اما نتوانستم. احساس کردم که دلم گرفته و سنگین است. اصلا دلم مملو از چیزی بود، پر بود. پیش خودم گفتم چقدر غصه دارم. بعد به یادم آمد که هیچ کسی را در دنیا ندارم، هیچ چیزی در دنیا ندارم و غصه بیشتر در دلم چنگ زد. سرم را از ارسی بیرون کشیدم و در بازار نسوارم را تف کردم. مردم پشت سر هم می گذشتند و با نگاه های خصمانه‌ای به من می نگریستند. به نظرم آمد که همه ایشان آرزو دارند لختی بیستند و دیوارهای اتاقم را بیشتر تماشا کنند، ولی جرأت نمی کنند. تنها مرا با خصومت می نگریستند و می رفتند. به نظرم آمد که چیزهای گرانبهایی در اتاقم دارم. احساس کردم که همه به من حسد می ورزند. احساس کردم مثل ماری هستم که گنجی در اختیار دارد. متوجه اتاقم شدم. به نظرم آمد که اتاقم را خیلی دوست دارم. کوشیدم قسمت‌های دیگر دیوارها را ببینم، ولی نتوانستم. همه جا همان یک قسمت بود، همان قسمتی که از بازار معلوم می شد. دلتنگ شده بودم. به یادم آمد که مردم همه از من متنفر هستند. من هم نسبت به آنان نفرت شدیدی احساس کردم. دلم می‌خواست قدرتی داشته باشم تا همه ایشان را نابود سازم، انتقام بگیرم. آهسته گفتم خوک ها. و بعد در دلم گشت چه سخت است که آدم شریف سیاه باشد. و بعدتر به یادم آمد که خودم شریف سیاه هستم. زمزمه کردم چه باید کرد؟ و غصه دلم را فشرد. به یادم آمد که روزگاری شریف سیاه نبودم. به نظرم آمد که شاید حالا هم شریف سیاه نباشم، ولی چاره‌ای نبود. شریف سیاه بودم. عکسم را بر شیشه ارسی می دیدم، با روی 4 کنج، پوست بلوطی تیره و بینی پخش و پهن. و اتاق هم از من بود. کمی احساس آرامش کردم.
به دیوارها نظر انداختم. تنها یک قسمت را دیده توانستم، همان قسمتی را که از بین بازار دیده میشد. و بعد در بازار بودم. ماهی پز کوچک اندام زیر پایم افتاده بود. میخواست ساق پایم را دندان بگیرد و دندان هم گرفت. به نظرم آمد که خوک کوچکی است که با دندانهای تیزش میخواهد که گوشتهایم را بکند. آن وقت خشم عجیبی سراپایم را فرا گرفت. پیش خودم فکر کردم که شریف سیاه هستم، ولی چرا این خوک گوشت پایم را بکند؟ خم شدم و با دستانم بلندش کردم. دهنش خونالود بود. خون من لبهایش را سرخ ساخته بود. خشمم بیشتر شد و انداختمش در کرایی پر از روغن جوشان و او فریاد وحشتناکی کشید. بعد شعله های آتش را دیدم که زبانه می کشید. نمی دانستم چه کار کنم. مطمئن بودم که پلیس ها فرا می رسند. مردم هیاهو می کردند. شعله آتش سوی اتاق خودم می رفت. از عرسی دیوار اتاقم را دیدم. تصویرهای دوست داشتنی می سوختند. احساس کردم که همه چیزم را از دست می دهم. خواستم توجه دیگران را جلب کنم. خواستم مردم کمکم کنند. فریاد زدم: اتاق من، اتاق من! ولی فریادم بیهوده بود. هیچ کس به کمک نیامد. کسی اظهار همدردی هم نکرد. آن وقت دویدم به سوی اتاقم. اتاق پر از دود بود. چشمهایم می سوخت و نفس کشیده نمی توانستم. به نظرم آمد تا یک لحظه دیگر همه عکس ها نابود می شوند. کنار عرسی آمدم. خواستم از مردم کمک بخواهم و ناامیدانه فریاد زدم: همه چیز من می سوزد، همه چیز. ولی باز هم کسی به کمکم نیامد. مردم در پشت شعله و دود خصمانه مرا می نگریستند. چند تا عکس ها را کندم. عکس های همان قسمتی را کندم که از بین بازار معلوم می شد و خسته و درمانده به پایین رفتم. به پایین که رسیدم همه مردم به سویم حمله کردند. به نظرم آمد که تعداد بیشماری از زنبوران به سویم حمله کردند. خواستم با کاغذهای دستم آنان را پراکنده کنم و فریاد زدم: بروید، دور بروید! ولی آنها نرفتند و پیشتر آمدند. دیدم غلط کردم. زنبور نبودند، گرگ بودند و از وحشت موی بر تنم راست شد. کاغذها را به سویشان انداختم و باز هم فریاد کشیدم: گرگ ها، گرگ های درنده! و از پیششان گریختم. نمیدانستم کجا بروم، ولی فکر می کردم که باید بگریزم. گرگ ها قولکشان از پشت سرم می آمدند. دویدم و دویدم. خسته شدم. در این حال فکر می کردم که عکس ها دیگر نابود شدند. به نظرم آمد که همه چیز را از دست دادم. ناگهان چشمم به دروازه حمام افتاد. فکر کردم که در آنجا مسئول خواهم بود. علاقه عجیبی مرا به آن سو کشانید. به نظرم آمد که لحظه کوتاهی از زندگانیم باقی مانده است. به نظرم آمد که اصلا برای همین به جهان آمدم که داخل حمام شوم و داخل شدم. و ناگهان دیدم که حمام پر از گرگ های کوچک و بزرگ است. مرا که دیدند به شدت قوله کشیدن را شروع کردند. چند تایشان به سویم حمله کردند و چند جایم را خونین ساختند. بعد هم گرگ های دیگر از بیرون آمدند. به شدت به سویشان حمله بردم و راهی برای خودم باز کردم. بعد باز هم به دنبالم بودند و من به بام حمام رفتم. از آنجا به بام همسایه پناه بردم، ولی آنان رهایم نمی کردند. از دنبالم می آمدند و دیگر راهی نداشتم. کنار بام ایستادم و پایین را نگریستم. گرگ ها پوزهایشان را بلند گرفته بودند و با چشمهای خشمگین و خون گرفته مرا می نگریستند.
به نظرم آمد که تصمیم گرفتند مرا بخورند. فریاد زدم ای گرگ های درنده. به کنار دیگر بام دویدم. دیدم چند تا گرگ قوی هیکل به سویم می آیند. غصه دلم را فشرد. یک بار دیگر به یادم آمد که در دنیا کسی را ندارم. هیچ چیزی ندارم. غصه در دلم چنگ زد. به یادم آمد که عکس ها نابود شدند. گریم گرفت. آهسته آهسته پیش خود گفتم چه سخت است که آدم شریف سیاه باشد. و باز هم شدید در گریستم. به پایین نگریستم. گرگ ها همچنان قوله کشان با خشم و غضب مرا می نگریستند. به نظرم آمد که همیشه کنار بامی ایستاد بودم. به نظرم آمد که دیگر از ایستادن کنار بام خسته شدم. به نظرم آمد که نمیتوان برای همیشه شریف سیاه بود. آن وقت فریاد زدم میخواهید مرا بخورید؟ احساس کردم که گرگ ها با خوشحالی سرهایشان را تکان میدهند. فکر کردم که دیگر اتاقی هم ندارم. به نظرم آمد که دیگر بام هم زیر پایم ناپدید می شود. آن وقت فریاد کشیدم میخواهید مرا بخورید؟ بگیرید بخورید. خودم را به کوچه انداختم. در هوا غصه دلم را سخت می فشرد. احساس تنهایی عمیق می کردم و در انتظار رنج آخرین بودم. قلبم مملو از غصه بود. جهان سیاه می زد و من عرق کرده بودم. بعد سیاهی تیره تر شد. باز هم تیره تر شد و من در انتظار رنج آخرین بودم. کاروان قصه در برگیرنده داستان‌های زیبا و دلانگیز از نویسندگان خوب کشور. شنیدن این برنامه را ساعت 10:30 تا 11 شب‌های دوشنبه و سه‌شنبه از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کیلوهرتز و 105.2 FM فراموش نکنید. خب شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، این بود داستان خواب ترسناک که با حضورتان به خوانش گرفتیم. قابل یادآوری است برنامه کاروان قصه را از طریق صفحات اجتماعی رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز می توانید دنبال نمایید. و تا شب دیگر و داستان دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. بقیه شبتان خوش. خدا یار و مددگارتان. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم. فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم. انگلیس و امریکا را درس نابودی دهم. انگلیس و امریکا را درس نابودی دهم. قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم بشکنم. قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم. هر که سد راه من شد میزنم بر فرق او. هر که سد راه من شد میزنم بر فرق او. راد مردم عزم و تصمیم مزاحم بشکنم. راد مردم عزم و تصمیم مزاحم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم.
اشرف و کامین اشرا کفر مطلق دیدم، اشرف و کامین اشرا کفر مطلق دیدم. نوکران غرب را اوصاف لازم بشکنم، نوکران غرب را اوصاف لازم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم، فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم. انگلیس و امریکا را درس نابودی دهم، انگلیس و امریکا را درس نابودی دهم. قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم بشکنم، قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم بشکنم، قلب و فرق و چنگ